به نام خدا و با سلام خدمت شما کاربران عزیز وبسایت دکافالوور. در خدمت شما هستیم با آموزش خرید ویو یا بازدید روبیکا از سایت دکافالوور. برای خرید این سرویس اگر داخل همین صفحه هستید که خب خرید خودتون از همینجا میتونید انجام بدید، ولی برای دوستانی که هنوز به این صفحه دسترسی ندارن ابتدا وارد سایت دکافالوور داتایار بشن. در وسط همین صفحه روبیکا رو انتخاب کنید و در صفحه جدید فقط کافی که روی گزینه بازدید روبیکا بزنید تا به این صفحه دسترسی پیدا بکنید. در این صفحه ما یک سری باکس یا کارت خرید رو برای شما قرار دادیم که از 5 پست آخر روبیکا شروع میشه و تا 20 پست آخر روبیکا هم ادامه داره در تعدادهای مختلف که از 500 تا 10,000 تا هستش. اگر این تعداد جوابگوی کارتون بود که خب خریدتون از همینجا انجام میدید، اما اگر بنا به هر دلیلی تعداد دیگه ای رو میخواستید، فقط کافیه که به وسط همین صفحه مراجعه بکنید، از داخل این جدول بیایید و هر کدوم از سرویس های مورد نظر خودتون رو سفارش بدید. من برای اینکه کار یکم سریعتر پیش بره میام و 10,000 بازدید برای 5 پست آخر روبیکا رو انتخاب میکنم. روی گزینه سفارش میزنم. در کادر اول که از من لینک میخواد یوزرنیم یا همون نام کاربری آیدی کانال خودم در روبیکا رو وارد میکنم بدون ادساین. به این شکل. خب در کادر بعدی من باید شماره موبایل خودم رو وارد بکنم. به این شکل وارد میکنم. روی گزینه ارسال کد تایید میزنم. یک کد تایید از سمت سرور دکافالوور برای من ارسال میشه. اگه بنا به هر دلیل این کد رو دریافت نکردید، فقط کافیه میزان شمارنده ای که در اینجا هستش صبر بکنید مجددا درخواست کد بده، چون گاهی اوقات به خاطر ترافیک سنگین سایت دکافالوور ارسال کد با تأخیر همراه میشه. من کد رو وارد میکنم. طبیعتا کد برای هر شخص در زمان ثبت سفارش متفاوته، حتی قیمت ها هم متفاوت میشه. تیک گزینه من قوانین و مقررات خوانده‌ام و با موافقم رو هم میزنم و در نهایت ثبت سفارش میکنم. با انجام این کار شما به درگاه پرداخت امن سایت دکافالوور منتقل میشید. سایت دکافالوور دارای نماد اعتماد الکترونیک از سازمان صنعت، معدن و تجارت هستش، پس شما میتونید با خیلی راحت خرید خودتون رو انجام بدید. امیدوارم که این ویدیو و این آموزش برای شما مفید و مناسب بوده باشه. تا دیدار دیگر و یک آموزش دیگه از سایت دکافالوور شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.